من عباس ماندگار از فعالین فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی هستم. امروز در مقابل ساختمان کنسولگری ترکیه در ونکوور یه تعدادی از ما تجمع کردیم که با کنسول ترکیه ملاقات کنیم و نامه‌ای رو بهشون بدیم مبنی بر اینکه رفتارشون رو نسبت به پناهندگان ایرانی باید تغییر بدن. الان این مرد 18 سال در ترکیه بوده، آدم فعال سیاسیه و الان دیپورت شده به ایران. ایشون خودکشی شد یا خودکشی کرد ساناز 2-3 هفته قبل و تعداد زیادی ما الان خانواده‌ای داریم در ترکیه که سالها اونجا بودن، حتی کیسشون در حال انجام هست. مثلا خانواده باقری، یه خانواده 6 نفره هستن که ما اسپانسر کردیم و میتونن بیان کانادا، اما الان در حال فرارن، دنبالشون هستن دولت ترکیه، میخوان دیپورت شن. ما میخوام به این امر خاتمه بده دولت ترکیه. به این خاطر اینجا جمع شدیم. خیلی ممنون. زنده باشید. آقای الهی بفرمایید. درود، من محمد الهی. ما امروز مردم تحت ظلم جمهوری اسلامی اینجا هستیم در ونکوور کانادا. این آقا را از ترکیه دپورت کردن الان به نام شهریار براتینیا و الان در امین 209 انفرادی است. متاسفیم از اینکه این شکل شد. زنده باشید. خب من جینا ابراهیمی هستم. همونطور که میبینید ما امروز تعدادی از فعالین سیاسی در داخل ونکوور جلوی کنسولگری ترکیه تجمع کردیم برای دفاع از حقوق پناهندگان ایرانی در ترکیه. افراد زیادی در ترکیه در زیر تیغ دیپورت هستند، از جمله لیلا راون، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق که همراه با همسر شهرام الیاسی و 2 از بچه‌هاش که متاسفانه وضعیت خوبی ندارن اصلا، قبولی سازمان ملل رو دارن و اداره مهاجرت بهشون ردی داده و زیر تیغ دیپورت افتادن. به این عکس نگاه کنید. این ساناز جلویی همراه با برادرش فراز، خواهر و برادری که از 2015 وارد ترکیه شدن و قبولی سازمان ملل گرفتن، ولی اداره مهاجرت شهر دنیزلی به اونا ردی داد و اونا با خطر دیپورت روبرو شدن و متاسفانه چهارشنبه 1 می ساناز به دلیل فشارهایی که به اون وارد شده بود و به خاطر ترس از دیپورت و اینکه ترکیه اون رو به ایران برنگردونن، از طبقه 4 بالکن خونه خودش رو پرت میکنه و خودکشی میکنه و متاسفانه جونش رو از دست میده. من میخوام از اینجا بگم ما صدای فراز هستیم، برادر ساناز جلیلی، صدای لیلا راون هستم، زن و مادری که برای آینده بچه‌هاش، برای دفاع از امنیت بچه‌هاش سالها در ترکیه بلا تکلیف و از سال 2014 با قبولی سازمان ملل هنوز بلا تکلیفه. من افرادی بودم که مرادی و ما دیدیم ترکیه در ترکیه باشیم و همه سازمان‌های حقوق بشر در ترکیه حمایت کنیم. مرسی. ممنون از اون.